با سلام، بیننده یک سری دیگر از برنامه نام‌ها و یادها هستید که میدونید روال کار دیدار و گفتگو با کسانی است که در تخصص و تجربه زندگیشون گفتنی‌های بسیار دارن و شانس این بار ما در حضور آقای مهندس هوشنگ کردستانی، یکی از قدیمی ترین افراد فعال حزبی، عضو حزب ملت در شاخه از حزب جبهه ملی، بهتر از خود ایشون داستان زندگی و نام‌ها رو یادها رو گفته باشند. آقای کردستانی، با تشکر از حضورتون در این برنامه. به معرفی خودتون دیرتر خواهیم پرداخت چون دست کم یک برنامه باید بهش اختصاص داد، ولی از آنجا که تجربه شما از سنین جوانیتون در احزاب ایران گذشته، بفرمایید که تاریخچه آغاز احزاب در ایران به چه زمانی برمیگرده و چگونه بود؟ احزاب در ایران میشه گفت به دو شکل احزاب رو درجه بندی کرد. یکی حزب توده با جهانبینی مارکسگراهای خودش و یکی احزابی که به نام احزاب ملی یا ملیگرا معروف بودن. هم حزب توده هم احزاب ملی، اینها بعد از واقعه 3 شهریور 1320، یعنی بعد از اشغال ایران، و بعد از رفتن رضا شاه، بعد اول از همه حزب توده به وجود اومد که اون موقع قانون اساسی رو قبول داشت در مرامنامه و هدفنامه خودش. بعد حزب میهن به وجود اومد، حزب ایران به وجود اومد که حزب میهن و حزب ایران از اونجایی که دیدگاه مشترک داشتن هیچ لزومی ندیدن که به صورت دو حزب فعالیت کنن. ولی حزبای سومکا، پانیرانیس اینها اون موقع بودن؟ اینها حزب پانیرانیس فرق میکنه با حزب سومکا و آریا. اونها حزب نبودن، یک گروه هایی بودن که دیدگاه های فاشیستی داشتن و بله در اون زمان هم تصور میکردن شاید پیش خودشون که به هر روی آلمان پیروز میشه. این بود که گروه های به اصطلاح اندکی رو دور خودشون جمع کرده بودن و لباس های خاصی میپوشیدن، مثلا سیاه جامگان میشدن. نمیدونم اینا رو نمیشه اصولا در جایگاه حزبی در تاریخ ایران به حساب آورد. ولی بعد از حزب ایران، حزب ملت ایران یا در حقیقت حزب پانیرانیس به وجود اومد که این حزب به دلیل دیدگاه‌های تندرو و معتدلش نسبت به ناسیونالیسم ایرانی عملاً تبدیل شد به دو حزب پانیرانیسم که در رأسش آقای محسن پزشکپور بود و حزب ملت ایران بر بنیاد پانیرانیسم. و شما اولین حزبی که رفتید اونطور که شنیدم حزب ملت ایران بر بنیاد پانیرانیسم. چرا این حزب رو انتخاب کردید و نه حزب دیگری رو؟ برای اینکه به هر حال من از کودکی در خانواده و در ذهن خودم یک آدم ایران دوست، میهن دوست و ملیگرا بودم. هیچ کدوم به این شدت گرایش، یعنی هدف اولشون رو تشکیل نمیداد ملیگرایی. فرض کنید که خلیل ملکی بعد از جدا شدنش از حزب توده اومد با مظفر بقایی حزب زحمتکشان ملت ایران به وجود آورد. بعد از اینکه مظفر بقایی در دوران نخست وزیری مصدق موضع مخالف پیش گرفت که میدونید و نزدیک شد به آیت الله ابوالقاسم کاشانی، خلیل ملکی و دوستانش که از حزب توده جدا شده بودند و با مظفر بقایی حزب زحمتکشان ملت ایران رو به وجود آورده بودند، حزب نیروی سوم رو به وجود آورد. و اینجا باید گفت تنها حزبی که از نظر سازماندهی و نفوذ در درون مردم در طیف ملیگراها موفق بود حزب نیروی سوم بود. یعنی جدا از احزاب دیگر؟ بله. حزب نیروی سوم و خلیل ملکی بعد از جدا شدن از مظفر بقایی و حزب زحمتکشان ملت ایران به وجود اومد و خیلی سریع تونست در درون افکار به ویژه جوونا. حالا برمیگردیم به سایر دانسته های شما، ولی قبل از هر چیز البته به بینندگان گفته باشم که ما یک برنامه به دلایل بسیار
به حزب توده اختصاص خواهیم داد حدود 15 دقیقه. اما دیدم در تقسیم بندیتون در ابتدا احزاب رو به عنوان ملیگرایی در یک سمت قرار دادید و حزب توده رو در یک سمت دیگر. با این همه میدونیم که بسیاری از عاشقان ایران، بسیاری از فرهیختگان ایران ابتدا جذب حزب توده شدند. چطور در ابتدا چنین حزبی با این مرامنامه میتونست این همه افراد با حسن نیت رو جذب بکنه؟ بس به دلیل اینکه حزب دیگه در اون زمان نبود، پایه‌گذاری نشده بود. یک، دومی که حزب توده در اوایل تأسیسش با بودن چهرهایی که اشاره کردید، چهرهایی که به هر حال شناخته شده بودن برای مردم به عنوان چهره‌های ملی همکاری میکردن و به ویژه شعارهای حزب توده اون شعارهایی نبود که احزاب کمونیست جهان عنوان میکنن و اشاره کردم که در ابتدا هم قانون اساسی مشروطه ایران رو قبول داشت، ولی خب جریاناتی که پیش اومد از نظر سیاسی، از نظر برخوردشون با نظام، شعبه نظامی که به وجود آوردن، اینها باعث شد که هم جدا شدن اون چهره‌های ملی و به سمت شاید احزاب دیگه رفتن و شاید هم به صورت مستقل فعالیت کردن، ولی حزب توده هم دیگه با گذشت زمان اعلام که قانون اساسی مشروطه رو قبول نداره و دنبال برپایی جمهوری کارگری هست. آقای کردستانی، یکی از سوالهایی که شاید نسل من که خیلی هم با شما فاصله نداره و نسل‌های بعدی به خصوص امروز جوانان، با اینی که مردم ایران خیلی سیاسی بودند، حالا نه اکثریت، اما خیلی جذب احزاب نشدند. مشکل کجا بود؟ دلسوز مملکت، سیاسی ولی غایب در احزاب. اگر منظورتون احزاب ملیه فرق نمی‌کنه، حزب توده به هر حال تا یه مقدار زیادی موفق شده بود در سال 32، ولی او هم بعد از بعد از 32 به دلیل شرایطی که به وجود اومد و بعدم ابتدا با تشکیل فرماندار نظامی و بازداشت سران جبهه ملی و لو رفتن سازمان نظامی اون حزب و بعد در مورد احزاب ملی بازداشت رهبران احزاب، به عنوان مثال فرض کن داریوش فروهر، بعد از سوی دیگه خلیل ملکی و به خصوص رهبران حزب ایران که بیشترین یاران مصدق و رهبران حزب ایران تشکیل میدادن، مانند اللهیار صالح، سنجابی، مهندس زیرک‌زاده، مهندس حسیبی، محمود حقشناس و خیلی دیگه. ما در برنامه بعدی به حزب جبهه ملی خواهیم پرداخت که خود شما هم در اونجا زمانی فعال بودید. باز یکی از سوالایی که عمومیت داره، بعد از سال 32 اگر حزب جبهه ملی اینقدر موفق بود و اینقدر اعضا داشت، همه رو که دستگیر نکردن به تعداد عجیب و عظیم، بقیه کجا رفتن؟ اولا حزب جبهه ملی نیست و خودش جبهه ملیه، یعنی تفاوت است بین حزب و جبهه. جبهه ملی شامل چندین حزب، بله، تشکیل میشه از احزاب سازمان یافته‌ای که در فرض کنید در یک مورد یا دو مورد یا سه مورد با همدیگه توافق دارن از نظر مبارزاتی. روی اون دیدگاه هایی که با هم مشترک هستن جبهه‌ای به وجود میارن به نام جبهه ملی. فرض دکتر مصدق بود؟ بله، زمانی که مصدق هنوز نخست وزیر نشده بود و مبارزات برای آزادی انتخابات رو شروع کرده بودن و معتقد بودن که انتخابات آزاد برگزار نمیشه، متحسن شدن جمعیت زیادی به پیشنهاد دکتر مصدق در کاخ سلطنت، کاخ مرمر بوده احتمالا یا جلوی کاخ، اونجا که اجتماع میکنن. بعد از اینکه وزیر دربار وعده آزادی انتخابات از طرف شاه میده و معتقد که شاه تضمین میکنه انتخابات رو که آزاد برگزار بشه، مصدق و عده‌ای از کسانی که شناخته شده بودن برای مردم در اون زمان به اتفاق پایه‌گذار جبهه ملی میشن. به یاد حافظه شخص شما در چه سالهایی احزاب واقعا در ایران آزاد بودن؟ در دوران مصدق کاملا آزاد بودن. قبل از مصدق هم به دلیل شرایط
بهتری که به وجود اومده بود بعد از رفتن رضا شاه، یه مقدار آزادی داشتن. این آزادی ها باعث شد که احزاب بتونن تشکیل بشن. کدوم سیاست و کشور خارجی محبوب تر بود نسبت به سایر کشورها؟ اصولا مردم ما به حق از کشورهایی که قدرتمند بودن در اون زمان و دنبال تامین منافع خودشون بودن، منافع خودشون رو پیگیری میکردن و طبیعتا حفظ منافع قدرت‌های بزرگ در تضاد با حفظ منافع ملی کشورهایی که نفوذ میکنن. بنابراین نمیتونم بگم حزب توده طرفدار روسا بودن و به استالین و معلم بزرگ، آموزگار بزرگ مینامیدن، ولی هیچ کدوم از احزاب ملی و احزاب دیگه همچین اتحادی در مورد استالین نداشتن و روسیه رو برادر بزرگ خطاب نمی کردن. ولی در اون لحظه به دلیل سابقه انقلاب آمریکا، به دلیل که در اون دورانها هنوز شاید انحصارا نتونسته بودن سیاست خارجی آمریکا رو شکل بدن، به ویژه تضادشون یا تضاد منافعشون یا تضاد سیاسیشون بعد از جنگ با انگلیسان در مورد ملی شدن صنعت نفت که مصدق به حق از این تضاد استفاده کرد و موفق شد، مردم به طور کلی دیدگاه مناسبی نسبت به آمریکا داشتن که این دیدگاه به دنبال کودتای 28 مرداد عملا فرو ریخت. برگردیم به حزب ملت که شما رو تونست جذب کنه. از این حزب بگید چه کسانی بودند، چه می‌کردند و در حوادث بعدی در تاریخ ایران چه کردند؟ حزب ملت که شما میگین، باید بگم حزب ملت ایران و حزب ملت ایران جدا شده از، اشاره کردم، از حزب پانیرانیست بود و اسمم به این نام بود، حزب ملت ایران، بر بنیاد پانیرانیست که روانشاه کلالی در رأس بود اون زمانی که این دو یک حزب بودن. ولی بعد از جدا شدن حزب ملت ایران یا شکل‌گیری حزب ملت ایران، آقای کلالی به سود روانشاه داریوش فروهر کناره‌گیری کرد و از اون تاریخ تا روزی که این فاجعه دردناک کشته شدن پروانه و داریوش پیش اومد، همواره به عنوان دبیر حزب ملت ایران روانشاه داریوش فروهر بود. در برنامه‌های بعدی حتما به این مسئله اشاره خواهم کرد، چون میدونم شما یکی از یاران نزدیک مرحوم فروهرها بودید. داشتید در مورد فعالیت حزب ملت میگفتید، ولی حزب ملت ایران صحیح ترش هرگز وزیری در کابینه داشت، هرگز در مجلس توانست صدایی باشه از خواسته هاش؟ در دوران مصدق که آزادی، به ویژه آزادی انتخابات وجود داشت، حزب ملت ایران و حزب پانیرانیست در موضعی نبودند که در درون جامعه شناخته شده باشن، به خصوص در بیرون از تهران، که بتونن نماینده‌ای به مجلس بفرستن. در شهرستان که با وجود اینکه مصدق آزادی انتخابات رو پیگیری میکرد، به دلیل نفوذ مالکا و اون شکلی که میدونیم می آوردن پای صندوق‌های رای، عملا در شهرستان هم نیروهای ملی، نه تنها حزب ملت ایران و حزب پانیرانیست، حتی حزب ایران و طرفداران مصدق هم در خیلی از شهرستان‌ها نمیتونستن انتخاب بشن. به همین دلیل هم مصدق در یه جای جلوی ادامه انتخابات مجلس رو گرفت تا یه شرایط آزاد بود. ولی بعد از 28 مرداد طبیعتاً هیچ کدوم از این احزاب ملی نمیتونستن نه میتونستن آزادی کنن، نه میتونستن نماینده‌ای معرفی کنن و اگر معرفی میکردن از صندوق‌ها در نمیومد اسمشون. تنها مورد استثناء انتخاب اللهیار صالح، رهبر جبهه ملی دوم، از کاشان بود و اونم این بود که اگر کاشان فرض بکنید 100% کسایی که رأی داده بودن در نظر بگیریم، بیش از 90% به اللهیار صالح رأی داد. وقت اولین برنامه ما آقای مهندس کردستانی در اینجا رو به پایان است. با شما نمیگویم گفته ها، ولی شنیده های بسیاری از سوی شما خواهیم داشت. تا برنامه بعدی سپاسگزارم از شما و بینندگانی که محبت میکنند و نگاه میکنند یا گوش میکنند.